وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد، ما تو رو مبعوث نکردیم مگر رحمتی باشی برای جهانیان. اخلاق و رفتار رسول خدا صلی الله علیه وسلم و نحوه رفتار ایشون با همسایه کاملا متفاوت بود با دیگر همسایگان. چرا چنین نباشه، در حالی که خداوند در قرآن می‌فرماید در سوره نساء و در سوره بنی اسرائیل آیات متعددی توصیه به جار و همسایه شده به این صورت: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل تا آخر آیه. الله را عبادت کنید و به او شرک نورزید و به والدین نیکی کنید و همچنین به خویشاوندان و یتام و مساکین و همسایگان نزدیک و همسایگان دور، همسایگان خویشاوند و همسایه‌ای که خویشاوند نیست. در مدینه همسایگان رسول خدا صلی الله علیه وسلم همیشه افتخار همسایگی با رسول خدا صلی الله علیه وسلم داشتند. اصلا ضرب المثل عربی است که بالجار یشتری الدار او یباع، به همسایه است. بالجار یشتری الدار او یباع، به همسایه است که خونه خرید و فروش میشه. همسایه بد قیمت خونه رو پایین میاره و همسایه خوب قیمت خونه رو بالا میبره. برای نجار افتخار میکرد به همسایگیش به رسول خدا صلی الله علیه وسلم و این شعر رو همیشه میخوندن. هر وقت رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو میدیدن میخوندن: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری. نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری. ما همسایگانی از بنی نجار هستیم و چه خوشا به حال ما که همسایه مانند محمد را داریم. افتخار میکردن به این که آخرین پیامبر خدا همسایه اونهاست و این شعر رو، این سرود رو در واقع کودکان دخترکان در بنی نجار با دف میزدن و میخوندن و رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو به اونها میکرد، لبخند میزد و میگفت: به الله قسم که من شما را دوست دارم. همسایگان رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مدینه ابوبکر، عباس، علی بجز غیر از بنی نجار، اینها هم همسایگان رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودند. در مکه هم رسول خدا همسایگانی داشت، اما این همسایگان مدینه کجا و همسایگان مکه کجا؟ میدانید همسایگان مکه کی بودند؟ حتما شنیده این: ابو لهب، الحکم بن العاص، عقبه بن ابی معیط. اینها از سران مشرکین مکه همسایگان رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودند. قصه آزار اذیت ابو لهب و همسر ابو لهب زیاد شنیده ایم. در قرآن کافی است که این سوره را میخوانیم: تبت یدا ابی لهب و تب. خار و خاشاک در واقع در جلو منزل رسول خدا صلی الله علیه وسلم میریختند، خودش و همسرش. عموی رسول خدا بود. عقبه بن ابی معیط نیست همین گونه آزار اذیت خودش رو از رسول خدا هیچ وقت دور نمی کرد، همیشه آزار و اذیتش به رسول خدا میرسید. الحکم بن عاص تنها همسایه‌ای بود که در مکه به رسول خدا آزار نرسوند. اما آیا میدونید رسول خدا صلی الله علیه وسلم پاسخ بدی را با بدی نمیداد؟
رسول خدا صلی الله علیه وسلم حتی در برخی از روایات آمده است که بنده در صحت و سقم اون روایات اطلاع ندارم، میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در یکی از روزها از منزل که بیرون آمد دید که اون خس و خاشاکی که اون زن همسایه میگذاشت امروز نداشته. رفت و نگران شد نکنه مریض شده باشه، بیمار شده باشه. پرسید، گفتن که بله امروز بیماره. رفت به عیادتش، به عیادت همسایه، چون امروز از کجا دانست که امروز این همسایه بیماره؟ از اینکه امروز خس و خاشاک در جلو رسول خدا و جلو منزل رسول خدا نریخته است. نمونه بود در اخلاق. حتی آزار اذیت ها چنان در مکه زیاد بود که از بالای پشت بام لاشه حیوان مرده رو بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خون و کثافت حیوان مرده رو بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم میریختند و رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمود یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد مناف ای جار هذا یا ای جوار هذا، ای بنی عبد مناف این چه نوع همسایگیه که شما دارین؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم روزی از روزها در نماز ایستاده بود و نماز میخواند. مقداد الاسود میگی که یا یکی دیگر از صحابه میگی که من روزی در نماز عشا، بعد از نماز عشا دیدم که رسول خدا نماز نافلی میخونه. دیدم شخصی کنار رسول خدا ایستاده، احساس کردم اون کاری داره با رسول خدا، منتظر که رسول خدا نمازش تموم بشه و ایستادم از دور. بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمازش به پایان رسید، رفتم نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتم ای رسول خدا، مطلب خودم میخواستم مطرح کنم. گفت که دیدم نماز داری میخونه و شخصی هم کنار شما ایستاده، نخواستم بیام و مزاحمت ایجاد کنم. گفت که واقعا اون شخص رو دیدی؟ گفتم که بله دیدم. گفت که اون شخص میدونی کی بود؟ گفتم نه. گفت که این جبرائیل بود و این جبرائیل چنان توصیه به همسایه کرد حتی ظننت انه سیورثه، چنان تأکید به همسایگی داره تا اینکه فکر کردم که دیگه همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در روایات متعدد به این صورت فرمود والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه. به خدا قسم ایمان نمیاره، به خدا قسم، به الله قسم ایمان نمیاره، به الله قسم ایمان نمیاره کسی که همسایه‌اش از شرش در امان نباشه. حکایتی دیگر و مختصر بیان خواهم کرد و اونم این که یکی از صحابه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گلایه میکرد از همسایه خود. گفت ای رسول الله، همسایه من رو عذاب میده، من آرامش در منزل ندارم و به هیچ عنوان هیچ حرفی از من قبول نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تمامی اساس منزلت را بریز در کوچه و خود در کوچه بنشین. میگه شخص وسایل خود را از منزل بیرون در کوچه ریخت و خودش در کنار وسایل خود در کوچه نشست. هر کسی رد میشد میپرسید چرا اینجا نشستی؟ میگفت که از دست همسایه هم شاکی هستم و آسی شدم. بد و بیراه و نفرین میکردن این همسایه رو، تا اینکه خبر به همسایه رسید که همسایت وسایل و اساس خود رو بیرون از خونه ریخته و خودش بیرون نشسته. سپس اون شخص گفت که بیا وارد منزل شو، من دیگه قول میدم به تو آزاری نرسونم. خبر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که این الله قبل از مردم بر ایشون در واقع نفرین کرده و چقدر بد انسانی همسایه‌اش از دستش معذب باشد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.